غفار یه توضیح کوتاه بده، میخوای چیکار کنی؟ میخوایم گزارش سفر ترکیه هم بدیم. ما از کرج با اتوبوس حرکت کردیم به سمت ترکیه. حالا در ادامه میگم روند کار رو. فقط میخوام بگم که از عبور کردیم با دوچرخه. از مرز بازرگان با اتوبوس رفتیم داخل ترکیه. ما توی استانبول نزدیک 30 کیلومتر به سمت بالا رفتیم، برگشتیم، سوار اتوبوس شدیم و آمدیم ازمیر. از ازمیر به بعد کل این مسیر رو تا آنتالیا ما خط ساحلی عبور کردیم. تقریبا کناره دیگه. یه ذره بیشتر از 40 سال پیش ما متولد شدیم و فاصله تولدمون 39 روز بود. به غیر از پارسال که سال کبیسه بود و این فاصله تولد 40 روز شد. و چه جالب که توی 40 سالگی ما این اتفاق افتاد. یعنی 40 سالگی من، 40 سالگی رنا و فاصله تولدمون که 40 روز بود. رکابزنی برای صلح، دغدغه‌ای که فکر میکنم خاورمیانه همیشه باهاش درگیر بوده. ایران یه کشور تو خاورمیانه، ترکیه یه کشور تو خاورمیانه و ما میخواستیم این رکابزنی برای صلح رو حالا تا جایی که میتونیم، تا جایی که بلدیم، میتونیم با بادی لنگویج، با رفتار، با تون صدا، با همه چی این دوست داشتیم صلح رو القا کنیم به آدما. و زندگی یه طول داره، یه عرض، مساحتش نمیشه طول زد در عرض. طولش اصلا دست خودمون نیست ولی ارزش چرا؟ ارز زندگی برای هر کدوم از ما یه معنی داره. هر کسی توی هر جایگاه با هر تجربه‌ای که زندگی کرده یه سری آیتما هست که ارز زندگیشو زیاد. برای ما اون دوچرخه سواریه همون لذت در لحظه است که تو با تمام جزئیات مسیرت در ارتباطی، داری ازشون تأثیر میگیری و میتونی حتی تأثیر بخش مسیرت باشی. حالا یه توضیح راجع به سفر آهستم، راجع به دوچرخه من اگر که نداشته باشه بدم، اینکه دوچرخه یه سرعت مطلوبی داره که هم به کندی بکپکری نیست که خب بکپکری توی طبیعت معرکه اصلا حرف نداره، ولی خب توی سفر جاده‌ای شاید خسته کننده بشه و خب اون سرعت ماشین هم نداره. یه سرعت دلنشین جذابه و با بدن هم یکی میشه دیگه، یعنی هر چقدر زور بزنی میشه جلو کاملا. و یه چیز جذاب دیگه داره اینه که با تمام بدنت اطراف رو حس میکنی، ویو 360 درجه، بادی که میاد، سرمایی که هست، گرمایی که هست، اینو دوچرخه خیلی تبدیل میکنه به آدم. تفاوتش دوچرخه داریم، یه ترکبند داره که روش یه رکفکه که یه کیف بزرگه، 2 تا خورجین آویزون و یه ترکبند هم جلو، یه سری وسایل هم جلو میذاریم و حرکت میکنیم. میگن دم دست‌ترین وسایل تو چیزایی بذار که توی مسیر بهش نیاز پیدا میکنی. مثلا چه میدونم اگه پاسپورتتو میخوای نشون بدی جایی، پاسپورتتو نذار ته خورجین که 2 ساعت بخوای همه اینا رو از اول ریموو کنی دوباره بچینی. فکر میکنیم نزدیکترین و دم دست‌ترین وسیله ما چی بود؟ یه جایی جا اینجاست، یه توکا هم اینجاست. غفار هی به من دلگرمی میداد، میگفتش که این 40 روز نماد 40 سال زندگی مونه. خب یه روزایی سخت بوده، یه روزایی راحت بوده، کیف کردی، یه روزایی معمولی بوده و واقعا این خیلی میگم اونقدر حساس شده بودم روی کلمه ها و انرژی ها، این خیلی کمک میکرد. یعنی این تجربه‌ای به سبک زندگیه واقعا هر روزش برامون نماد یه سالی از زندگی یا یه اتفاق یادگیریه، گوگل مپ، یادگیریه، تمرین استفاده از اپلیکیشن. برای یه دوچرخه سوار استفاده از گوگل مپ مطلقا پیشنهاد نمیشه، چون یک نرم افزار خیلی بهتری است که توی همین کلاس ما یاد گرفتیم ولی زیاد جدی نگرفتیم. اونجا زخمش رو خوردیم توی استانبول. بعد از اینکه ما تصمیم گرفتیم به حرکت روی گوگل مپ اوکی مسیر این پارک ملی شمال استانبول رو زدیم و گوگل مپ ما رو از جاهای کم ترافیک میبره دیگه.
ما 3 تا عظیمیه رفتیم بالا اومدیم پایین، رفتیم بالا اومدیم پایین و دیگه جونی واسه من نمونده بود و همچنین بارونی هم بود هوا. تازه ریکاوریمون هم کامل نشده بود، یعنی ضعف جسمانی رو داشتیم هنوز و 10 کیلومتر بوده به جایی که می‌خواستیم بریم ما دیگه بریدیم و مجبور شدیم که یه جایی توی، حالا فیلمش رو می‌بینید، توی یه پارک جنگلی یه شب کذایی رو تجربه کردیم و همون شب ما تصمیم گرفتیم که برگردیم ازمیر، یعنی بریم ازمیر، هنوز که نرفته بودیم ازمیر. شناسایی مسیر و پتانسیل ها. یکی دیگه از هدف‌ها این بود که مسیرهایی که توی ترکیه میشه حالا به عنوان گردشگری روش حساب کرد، اینا رو شناسایی کنیم. مسیرهای دوچرخه، پارک ملی ها گفتم، ما بیشتر تمرکزمون طبیعت‌گرایی و پارک ملی ها بود و این مسیر رو رفتیم که شناسایی کنیم. آشنایی با چالش‌هایی بود که این تیم سفرها داره و ارتباط با فرهنگ ها. خنده داره. پیشنهاد واقعا من از مدت‌ها مسئله خورد خوب کردم. چیزی به قیافه ساعت نفری 40 یورو می‌دادیم. برای همین دیگه تصمیم گرفتیم که از گوگل استفاده کنیم برای تماشا و امروز با اویا و دوست دیگه‌مون علیبی داریم میریم دریاچه، یه دریاچه جذابی که بین حوالیه، 4 تایی رو داریم. از علیرضا که استیو بذار بالا وایدش و گفتم رقصی بذار همین داشتیم که یه دقیقه هم بریم اینجا دوچرخه رو توی این فضای عالی بارون و آبجا و همه چی نوازه این بار به ایران سفر کردن، از ارومیه تا مشهد رکاب زدن، از وان تا اصفهان رکاب زدن و یه عالمه کلمه‌های فارسی هم برام میگه به به
here Furkan. من آقای پلیس. Seviyor. رفتیم یکی دوتا مقاله دیدیم بعد اویا جان گفتش که بیا اینجا بشینیم بعد من اینجا نشستیم و خواهرشون جان همون قهوه آوردم آره چی قشنگ که صندلی داره اینجا جان شف نکن اویا جان من Random make by size. Yes. Thank you so much. When I see you, I remember all this to you. Thank you so علی ما رو تا کوشه‌دستی همراهی کرد از شهر سلجوک. سلجوک شهری بوده که اکثر آدم‌ها اونجا خودشون یونانی میدونن. اونجا مال یونان بوده و عثمانی اون رو صاحب شده. فوق‌العاده بود این شهر سلجوک. خودت بگو در سلجوک ما وقتی وارد سلجوک شدیم خب یه مسیر خیلی طولانی 5-6 کیلومتر زیر آفتاب و دیگه از دریا فاصله گرفته بودیم، نسیمی نبود و همه چیز. حالا قبلش وارد یه کارخونه‌ای شدیم، گفتیم میشه این گوشه ما کمپ بزنیم، گفتن نه نمیشه و اون اولش یه مقداری عضلاتمون گرفت. بعد همین داشتیم میرفتیم پلیس با من ایستاد بهمون گفت بزنید کنار و ما بایستادیم و خیلی خوش برخورد. همون آقای فولکان که هنوز هم باشون در ارتباطیم گفتیم حالا گپ زدیم کلی و اینستاشو داد و اینستامونو گرفت و اینو گفتیم خب حالا الان گپ زدیم یه جایی به ما بگو که ما شارژ و مثلا بتونیم یه دوشی بگیریم و یه کمپ امنی داشته باشیم. گفت صبر کنید، زنگ زد و یکم صحبت کرد و بعد گوشی رو داد به اویا یه خانم حالا نسبتا حسین که فیلمش رو توی فیلم دیدینش. ایشون اون تو اون کوچه‌ای که توی فیلم بود زادگاهش بود، اون خونه‌ای بود که توش به دنیا اومده بود، خونه پدر مادرش بود. اونجا رو هاستل کرده بودن. سالها توی حالا بازنشسته شده بود ولی سالها توی اون هاستل مهمونداری کرده بود و اونقدر با روی باز و نهایتاً انگار که حالا ما برنده شده بودیم ولی رفتارمون یه جوری بود که انگار اون ما رو برنده شده بود. اونقدر خونگرم، اونقدر صمیمی و اصلا عجیب غریب بود واقعا. و اون اتاق حالا انگار که اتاق پارتیشون بود
روی سقف خونه‌شون یه اتاقی که ساخته بودن اونجا رو به ما داد و نهایتاً اونقدر اونجا ما آرامش گرفتیم که اون خستگی قبل و بعد از چند شب زیر سقف بودیم. این خیلی لذت بخش، آدم خیلی شبای طولانی زیر ستاره ها باشه، ولی خب هر چند وقت یه بار دیگه این شهری بودن توی خونمونه متاسفانه لازمه که یک کمی این آرامش رو برگرده بهم و واقعا مویای مادر آرامش رو بهمون داد و حسای خوب بهمون داد، توشه راه بهمون داد، انرژی بهمون داد و نمیدونم دیگه چی بگم واقعا به جای اونجایی که ما رو هدایت کردن به سمت برگشتیم یه قسمتی از شهر سلجوق رو وارد باغ پدر مادرش، همونجایی که اینا باغ هکتاری انار داشتن و یه دکم زده بودن کنار اتوبان که محصولاتشون رو میفروختن. اون پیرزن پیرمرد شاید 80 ساله‌ای که پدر مادر اویا بودن و همینجوری با غفار نشستیم. ما ناهارم نخورده بودیم، ساعت 5-6 بعد از اون. نمیدونستیم برنامه، یعنی دیگه گفتیم که خب خودمون رو میسپاریم دست اینا. گفت چیکار کنیم؟ ما برنامه‌مون این بود که یه ارتباطی با مردم داشته باشیم و این بهترین موقعیت بود و واقعا هر لحظهش سورپرایز می‌شدیم. من همون برنامه بود که همش در حال گریه کردن بودم و اصلا هیچ چیز دست خودمون نبود. خیلی دلچسب و لذت بخش بود. آره، حس بودن با اویا و با این خانواده دوست داشتنی موندگار شده واسم. البته من میخوام یه پرانتز باز کنم، این نمیتونه حالا این قضیه که میخوام بگم بی تاثیر باشه توی این رفتار اویا با ما. اینکه علی بی همون آقایی که رهنه داشت در موردش توضیح میداد که ایران اومده، 3 بار ایران اومده بود با دوچرخه و کلی دوست ایرانی داشت، یعنی تو اون تایمایی که ما با هم بودیم به 3 نفر زنگ میزد تماس تصویری، مثلا میگفت شما ایرانی دیگه، ما فارسی صحبت می‌کنیم، علی بی با مثلا کنار لبخند می‌زد. آره کیف می‌کرد. و این فکر می‌کنم تأثیر اون آدمایی که علی بی توی ایران بهشون برخورده، توی اصفهان یکی از همشهریای ما، انقدر حرف نزنیم پشت هم همشهریای ما، 1 هفته علی بی رو با افتخار اعلام میکنم، پرچمش رو میخوام بکوبم همینجا واسه همیشه. 1 هفته علی بی رو با خانواده‌اش برده بود همه جا، یعنی سفر رفته بودن، شیراز رفته بودن، کمپ رفته بودن، کلی پذیرایی خونه برده بودنش. نه با تصویر خود علی بی و دوستیشون انقدر دقیقاً و دوستیشون انقدر عمیق شده بود، همون همشهری ما با علی بی، که گفت به من گفت میخوام زنگ بزنم به اون اصفهانیه. گفتم خب زنگ بزن. زنگ زد، شروع کردم با هم ترکی صحبت کردم. بعد از اون سفر علی بی اون همشهری ما رفته بود ترکیه، استانبولی یاد گرفته بود و مثل بلبل باهاش حرف می‌زد. بس عجب چیزیه سفر، به قول استاد شنی درآمد داشتم. ارتباط با پرنگارم که دیدین همش توی این کلیپ بود. روش درخواست کردنمون، آقای پلیس وقتی میخواست با همون خوشحالش کنه اول گفت بزن کنار رو، خلاصه زدیم کنار رو، با یه گیلیتینگ ساده مثلا شروع کردیم. بعد گفت که از اهل کجایی؟ گفتیم ایران. گفت منم ایرانی هم. گفتم فارسی یعنی بلدی؟ گفت نه، پدر بزرگ مادر بزرگم شمال غرب ایران زندگی میکردم که مهاجرت کردم اومدم شرق ترکیه و من دیگه توی ترکیه به دنیا اومدم. مثلا چشم و ابرومو نگاه کن، مثلا خودش گفت که چشم و ابروم به ایرانی رفت. گفتم لایک داری. خب همه اینا که گفتیم میخوایم برسیم به اون جزره، این جزری که اون اول عرض کردم. هر آدمی جسمی داره، ذهنی داره، روحی داره و تا آدم نباشه، تا من و شمایی نباشیم، این سفره هم نیست که اون اثراتش باشه، که اون تجربه‌هاش باشه. پس این وجود ماه که اون سفره رو معنی میده، حالا هر معنی که میخواد بگیره، ولی وجود ماها که حالا
خیلی ها اعتقاد دارن که آدم 3 تا بعد داره: ذهن، جسم، روح. که جسم همین جسم مادیه که می‌بینیم. روح رو من اینجا احساس میکنم، معمولا عواطف و احساسات شاملش میشه، و ذهن رو اینجا احساس میکنم. از روح اگه بخوام بگم، حالا هر احساسی که شما دارید، احساس ترس، ناامیدی، عشق، شوخ طبعی، دوست داشتن، همه اینا رو اینجا فکر میکنم هممون احساس میکنیم. وقتی میترسیم دلمون میلرزه، مغزمون نمیلرزه، و ذهنمون هم همه اون چیزایی که نیاز به 2 تا 4 تا داره، نیاز به برنامه‌ریزی داره، چک کنم هایی که داریم، زمان بندی هایی که داریم، همه اینا شامل ذهن میشه. و جسم رو من همه اون از جسممون که قراره این سفر رو انجام بده تا همه تجهیزاتمون، اینها جز جسم سفر حساب میشن، مثل چادرمون، کلاه پشتی، دوچرخه و میخوام این سفر رو از نگاه جذر یه بررسی با هم بکنیم که جسم و ذهن و روحمون کجاها درگیر میشه و آماده سازیاشون قراره چجوری باشه. خدای اشتیاق رو به نظر من میشه اینجا برادران امیدوار نام داد، که اولین بار یه همچین سفری رو طراحی کردن و میخوام این اشتیاق رو که ما رو واداشت برای این سفر تقدیم کنم به این 2 عزیز برادران امیدوار. و من سفر رو 3 قسمت کردم، سفرمون رو از نظر زمان مکان، چون همه ما محدودیم توی زمان مکان و اون چیزایی که میتونیم درکش کنیم زمان و مکان. شاید از رویا پردازی تا دکمه آسانسور بخش اول سفر ماست. از جایی که رنا گفت برنامه داشتیم کجا بریم، کجا نریم، چه هدفی داشتیم واسه سفر، تا اون لحظه‌ای که دکمه آسانسور رو میزنیم. آسانسور اومد، سوار شدی، دیگه میری توی مرحله بعد از سفرت، که اینو الان قبل از دکمه آسانسور میریم جلو. ما یه سری برآوردها باید بکنیم، یه سری هماهنگی‌ها باید داشته باشیم قبل از اینکه بریم توی آسانسور. همه اینها این جسم و ذهن و روحمون دخیل میشه، یعنی اینان دارن نقش بازی میکنن برای درست برآورد کردن ما از سفر و هماهنگی‌های درستی که قرار انجام بدیم. قوانین رو باید چک کنیم، همه اینها رو هممون می‌بینیم، حالا منم اینجا آوردم. قوانین شامل ویزا، گذر از مرز، قوانین کشوری، محیط زیستی. مثلا الان من محیط زیستی اینجا نوشتم. ما هیچ کجای ترکیه جای آتیش ندیدیم. خیلی عجیب بود. یعنی توی طبیعتش شاید یه جا مثلا ما آتیش روشن، درسته؟ یه جا آتیش روشن کردیم که من توی منقل بود و توی محیطی بود که حالا به ما اجازه کمپ داده بودن بابت نفری 300 لیر که فقط بریم اونجا و چادر بزنیم. حالا گفت توی منقل هم میتونیم آتیش روشن کنیم. ما هیچ جا ندیدیم که آتیش روشن کرده باشن توی طبیعت و همه جا حتما یه دونه منقل داشتن. شناخت مسیر که حالا مسیر باید ما بخاطر یه شناخت کلی ما از مسیرمون داشتیم، ولی با توجه به اینکه این سفر 40 روزه بود ما باید این قابلیت رو توی خودمون تقویت میکردیم که آماده هر گونه تغییر برنامه‌ای باشیم و این تغییر برنامه مسلماً توی تغییر مسیرهامون هم تأثیر میذاشت و پس باید مسیر رو میشناختیم، مسیرهای انشعابات مختلفش رو میشناختیم، ارتفاعهای جاده ها، به خاطر اینکه کارمون با دوچرخه بود، اینها رو باید میشناختیم و محلهای کمپی که حالا بیشتر من با گوگل مپ این محلهای کمپ رو پیدا میکردم و اینو خیلی حواستون رو جمع کنید اگه میخواین یه همچین سفری بریم. زمانی که محل کمپ رو پیدا میکنیم و میریم توی عکس‌ها که عکس‌هاش رو سرچ کنیم و ببینیم داستان چیه، فضاش چجوریه، قیمت چجوریه، همه اینا رو میخوایم ببینیم، به اون سالی که اون عکس بارگذاری شده دقت کنیم. ما رفتیم یه جا و توی شهر مولا رفتیم توی شهر مولا و
بعد از یه روز خیلی سخت دیده بودم که اوه چقدر دوچرخه و چادر رو اینا توی اون پارک اومدن کمپ کردن و اوکی 100% میتونیم بریم. یه مسیر شیب خیلی سختی داشتیم اولش، رفتیم بالا و رسیدیم به اون پارک، دیدیم خب حتما نیومدن کسایی که میخوان چادر بزنن هنوز و از حراست اونجا پرسیدم، گفت نه اینجا اجازه چادر هیچ وقت داده نشده. گفتم آقا بیا عکسای این مگه اینجا نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس این چیه این همه دوچرخه سوار چادر؟ گفت این یه فستیوالی بوده 2 سال پیش، این عکس‌ها مال اون فستیوال بوده و اینجا هیچ وقت ما اجازه چادر میده، فستیوال دوچرخه سوار بوده و باید برگردیم. ما اون روز برگشتیم و می‌بینیم در ادامه. کسی سوالی داره؟ من متکلم بهره نباشم. میشه اون برگیاتون رو داشتیم نداشتیم؟ شماره اگه سوالی داریم. مرسی. یه دونه پارک هست که شما میتونی بری چادر بزنی. تو شهر بزرگ هیچ جایی امکانه کمپ زدن، هیچ جایی رو معرفی نمی‌کردن. شهرهای کمی بود. اون آکیاکا مثلا یکی از شهرهای جذابی که ما رفتیم. حالا آکیاکا رو میخوام بگم، پارک ملیاش امکانه کمپ بود ولی میرفتیم میگفتن همین سیزن نیست، اصلا نمیتونی فعلا کمپ بزنی و خب تو خود شهر هم که اصلا امکانش نبود. ما نهایتا تجربهمون این شد که توی نرسیده به شهرها و یا نرسیده به خروج از شهرها آخرش میشه یه جایی پیدا کرد و کیفیت خوب که بشه کمپ زد. آره، ولی اینکه بتونی از قبل تصمیم بگیری و اون تصمیم قطعا اجرا بشه نه، واقعا امکانش نبود. نمیدونم مشکل این شهر بود، مشکل این فصل بود، مشکل نمیدونم تایم بود، هر چی که بود دائما ما باید تصمیم گیری لحظه‌ای می‌کردیم. خب سوالی کسی میخوام اگه مثلا شما جایی میرفتید کنار پارکی جای کمپ نمیدونم ما میپرسیم، ما همیشه هر جایی که میخواستیم کمپ کنیم از مردم محلی که اونجا رد میشدن میپرسیم ما میتونیم اینجا کمپ کنیم و بلا استثنا همشون جوابشون این بود که میتونید کمپ کنید ولی اگه یک نفر از مردم زنگ بزنه پلیس میاد جمع کنه. یعنی و میگفتن زنگ میزنن، یعنی اینجوری نیست که بتونید بمونید. دیگه ریسکیه، وقتی ریسک می‌کردیم مثلا خب اصلا عرفمون رو گذاشته بودیم که بعد از غروب چادرمون رو چیز کنیم، ولی یه جاهایی خب احساس می‌کردیم اون حسه این بود که اوکیه بمونیم اتفاقی نمیفته، ولی یه جاهایی هم نه احساس ناامنی می‌کردیم. مثلا اون شهر بعد از سوکه، آره شهر سوکه ما رفتیم توی پارک و یه آقای اومد مثلا کمکمون کنه ولی کلی استرس بهمون وارد کرد. گفت پلیس میاد، امکان داره که اهالی زنگ بزنن پلیس بیاد جمعتون کنه و ما نهایتا خب پشت اونجا یه دونه پترول بود، رفتیم اونجا تونستیم راحت استراحت کنیم. میگم همه چیز در لحظه‌ای بود، یعنی واقعا امکان داشت که بیان جمعمون کنه. دقیقاً. خب یه بحث دیگه بحث تجهیزات بوده که از پیچ دوچرخه باید حواسمون باشه، پیچ زاپاس که ممکنه یه جایی حالا ترکبند رهنا 2 بار پیچش افتاد، ما یه دونه پیچ داشتیم حقیقت اضافه و اون دومی رو مجبور شدیم که یه جایی پیدا کنیم یه پیچی حالا واسمون کوتاه کرد توی یه کلیپ ساخته رهنا هست. از پیچ دوچرخه باید حواسمون باشه تا تعلقایی که مثلا ما خودمون به سفره هفت‌سینمون خیلی احساس تعلق میکنیم چون توی این 3-4 سال گذشته همیشه سال تحویل با ما بوده و توی طبیعت ما سالمون رو تحویل کردیم در کنارش، ولی نه صندلی، چیزایی یکی از اشتباهاتمون چیزایی که قرار خیلی بارتو سنگین کنه اونا رو نبر، فقط چیزای ضروری. مثلا من خودم 3-4 دست لباس بردم، برای لباس گرم بردم، یه دست کافی بود برای هر کدومش و این چیزایی بود که حالا یه مقدار باید بیشتر الان بخوام این کار بکنم قطعا صندلی نمیبرم. صندلیمون رو ما یه جورایی هم به خودمون هدیه دادیم هم به اویا. به خودمون اینجوری هدیه دادیم که دادیم به اویا، به اویا اینجوری هدیه دادیم که دادیم به اویا و بارمون نزدیک به هر کدومش 3 کیلو بود و کم شد. این تجهیزات رو خیلی باید حواستون باشه همیشه توی همچین سفرهای طولانی. زبان مقصد و حروف خاصی که استفاده میشه،
شما خیلی وقتا نیاز دارین که چون معمولا ترکیه زیاد انگلیسی نمیدونن آدما، ایران خیلی وضعش بهتره. شما میرید توی فروشگاه انگلیسی بگید حداقل جواب هلو رو مثلا بهت میده. ما اونجا میرفتیم دختر جوان توی فروشگاه شوک مثلا هلو بهش میگفتیم اینجوری بود، مثلا نمیدونست داستان چیه. آره اصلا یا اعتماد به نفسش نداشتن یا ایران خیلی کلاسه خانم عباقی. آره کلاسه خانم عباقی کلاسه گروه مرزی خانم عباقی. دقیقاً ترکیه یه سری حروف داره، فکر میکنم آتاتورک اون ما میگیم فینگلیش، اونا نمیدونم ترکیلیش میگن. مثلا یه دونه سی دارن که پایینش یه دونه اینجوریه، این چه خونده میشه. یه دونه اس دارن که باز یه گون بودی پایینش یه دونه جی دارن، یه دونه هفت بالاشه، اون یه چیزی بین ق و گ، مثلا موگولا نمیدونم چجوری میشه. حالا اینو واسه چی گفتم؟ چون یکی از فروشگاهایی که شما میتونید اونجا ارزون خرید کنید فروشگاه شوکه. چجوری نوشته میشه؟ اون اسه که پایینش یه دونه هشته او و کی. این تابلوش هم زرده، حالا میتونید سرچ کنید فروشگاه شوک، فروشگاه بیم و فروشگاه A101 که حالا شوک زرد، بیم قرمز، 101 آبیه. آره اینا فروشگاهایی که شما میتونید ارزونتر خرید کنید و زبان رو سعی کنید بدونید در حد حالا یه سری، چون توی نقشه مثلا کاش رو کاس نوشته، مثلا میخوایم برید شهر کاس باید سرچ کنید و اینا رو اگه بدونید خیلی اونجا کار راحت تری خواهیم داشت. هزینه ها و راه‌های تامین و استفاده. راه‌های تامین و استفاده چیه؟ یعنی اینکه آقا ما کارت اعتباریه رو نداریم، باید پول نقد همراه باشه و این میتونه یه ناامنی ایجاد کنه برای شما. البته که ما توی این 4 روز هیچ وقت از آدما احساس ناامنی نگرفتی به غیر از یه پلیس، یه رئیس پلیس توی مسیر بود و خیلی نادوستانه ترین برخوردی که میشد با یه دوچرخه سوار رو برخلاف فروکان با ما داشت. راه‌های تامین استفاده اون پول رو حالا هممون داریم تجربهش رو، توی جیب‌های مختلف باید بذاریم، توی جاهای مختلف باید نگه داریم. حتما یکی رو اگه سفر طولانی قرار داشته باشیم به مثلا ترکیه، سعی کنین یه نفری رو توی شهری پیدا کنیم برای اینکه تو موقع اضطرارتون بتونیم ازش کمک بخوایم. و دوست خاله خیلی به ما کمک کرد، خود خاله خیلی کمک کرد. در ادامه می‌خواستم بگم چون همونطور که رنا گفت بابت اون 6 روزی که ما هتل گرفتیم توی استانبول و مجبور شدیم و اصلا توی برنامه سفرمون نبود، ما نزدیک 2-3 هفته هزینه هتل و غذا و اینا اصلا تو برنامه اصلا در قاموس ما نیست که بخوایم مثلا بریم هتل غذا. ما همین چادر و یه مایتابه داریم، سوسیس پلو و غذایی که رنا درست کرد، شیوید پلو با ماست ما خوردیم با پنیر. ببخشید با پنیر چه بعدش هم با پنیر ما سوسیس پلو خوردیم چون یه جایی مثلا فروشگاه نبود تو مسیرمون، مجبور بودیم که هر چی داریم رو بذاریم وسط. نه سوسیس پلو که جزو غذای لوکسمون بود و تصمیم می‌گرفتیم که سوسیس پلو بخوریم، ولی شیرین پلو و پنیره اینجوری بود که هم چیزی که داشتیم رو خوردیم، ترکیب برنج هم بردیم؟ برنج یه مقداری بود و اونجا خرید. آره من فکر کنم 1 یا 2. آره یکی شما گفتم فکر نیست یه جایی ولی خب معمولا نهار و شاممون یه چیزی که با یاد آره ما از 40 روز 30 روزش رو توی چادر خوابیدیم و خیلی لذت بخش بود. 1 ماه توی چادر بخوابید بعد بیا اینجا دوباره از اول زندگی شهری شروع بشه.